درود دوستان، اوقاتتون خوش. بالاخره بعد از 3 سال و نیم این کتاب اسلامگرایی، سومین جنبش مقاومت رادیکال، منتشر شد. خیلی دوست دارم یه روزی بیاد که من بتونم درباره این کتاب، فراز و فرودش و حواشیش صحبت کنم، ولی خب فعلا ضرورتی نداره. اصلش اینه که خوشحالم که این کتاب در اومد بالاخره. این کتاب سال 99 تابستون 99 منتشر شد، بیدرنگ توقیف شد. بعد چند ماهی 6 ماهی گذشت و با توضیحاتی که باز هم بماند کتاب منتشر شد و بعد منتها چند ماهی دوره بیشتر منتشر نشد و من با ناشر قبلی به در واقع کتاب از ناشر قبلی گرفتم و وقتی که میخواست در ناشر جدید منتشر شه دوباره به همون وضعیت قبلی دچار شد و به هر حال الان بعد از قریب 3 سال و نیم که از این مدت شاید بگم 2 سالشو بی‌وقفه در تلاش بودم برای انتشار این کتاب در اومده. حالا دیگه فعلا در اومده. عرض کنم خدمتتون که این کتاب نوشته پروفسور ارنست نولته هست. میدونید که من آثار زیادی از نولته ترجمه کردم. کتاب اصلی نولته هم با عنوان فاشیسم در 1-2 ماه آینده منتشر خواهد شد که اون اثر اصلی نولته درباره فاشیسم، یکی از بهترین کتاب‌هایی، یکی از نظر من بهترین کتابی که تاکنون درباره فاشیسم نوشته شده و در فارسی هم فکر می‌کنم بهترین کتابی است که در ارتباط با فاشیسم بسیار پرحجم، ابعاد مختلف تحلیلی رو داره، از فلسفی تا سیاسی و تاریخی. همون نولته فاشیسم پژوه و فاشیسم شناس و فیلسوف در دهه 8 زندگیش یا دهه 9 در دهه 80 زندگیش با اتفاق، یعنی زمانی که 78-9 سالش بود، اتفاق 11 سپتامبر رخ میده و در حالی که نیم قرن کار نظری کرده بود به مسئله اسلامگرایی علاقه‌مند میشه و میاد روی این مسئله 6-7 سالی کار میکنه، مطالعه میکنه، اونم در سن 80 تا 85 سالگی. خیلی عجیب به نظر میرسه. و در سال 2009 که مصادف با 86 سالگیش هست، این کتاب رو منتشر میکنه. برخلاف همه کتاب‌های دیگه نولته که در ارتباط با اروپا است، در ارتباط با آمریکا است، درباره ایدئولوژی‌های دنیای پیشرفته است، این بار به سراغ جهان سوم و کشورهای اسلامی و ایران و افغانستان و ترکیه و عربستان و عراق و عثمانی و مصر و شبه قاره هند اومده و برای من به شخص بسیار این کتاب جذاب بود، به جهت اینکه همیشه عادت داشتم نولته درباره لنین و هیتلر و استالین و آلمان و فرانسه و اروپا و مارکس و اینها صحبت بکنه، ولی هم میبینم که یکی اومده و با چه دقتی کار کرده، درباره شریعتی برای ما صحبت میکنه، درباره سید قطب صحبت میکنه و خب نیم قرن کار نظری که نولته کرده بود در سطح بسیار بالای علمی باعث میشد که شم نظری و تحلیلی بسیار قدرتمندی داشته باشه که بهش اجازه بده خیلی چیزهایی رو که برای فهمیدنشون مطالعات خیلی بیشتری لازم بود ایشون با زمان کمتری به دست بیاره. و به همین خاطر میشه ادعا کرد که مانند یک کسی که تاریخ خاورمیانه و تاریخ کشور مسلمان رو در عصر جدید به خوبی مسلط صحبت کرده. این کتاب من فکر میکنم بیش از اون که به درد اروپایی‌ها بخوره، به درد ما ایرانی‌ها میخوره. یعنی این کتاب حقیقتا بیشتر برای ما ایرانی‌ها یا دست کم برای مردم خاورمیانه نوشته شده تا برای
یا آلمانی، اروپایی یا آمریکایی. چون ما به شکل واضحی زندگی، سرنوشت و تاریخ 100 سال اخیر خودمون رو در کتاب میبینیم. کتاب یک نظریه کلی داره که در عنوانش اومده سومین جنبش مقاومت رادیکال، که اسلامگرایی رو پس از 2 جنبش دیگه که در کتاب توضیح میده به عنوان یکی از 3 جنبش یا 3 رأس مقاومت در برابر چیزی که ما میتونیم مثلا ازش بذاریم مدرنیته یا بذاریم لیبرال دموکراسی یا بذاریم استعلا قرار میده. حالا شما باید کتاب رو بخونید تا بتونید تعبیر رو بهتر درک بکنید. اما این 3 جنبشی که نام میبره به این معنی نیست که این 3 جنبش از جنس همن، بلکه منظورش اینه که این جنبش ها هر 3 مقاومت در برابر یک چیز بودن و اون چیز مدرنیته‌ای بوده که شکل سیاسیش مثلا لیبرال دموکراسی بوده، مدرنیته‌ای بوده که در مثلا در اقتصاد بازار آزاد بوده. به هر حال یک در برابر یک روحی که مشخص که از روشنگری سربره بوده، مشخص نیست انسان رو داره باشه تا به کجا میبره، جریان مقاومت ظهور میکنه که اسلامگرایی 3مین جریان مقاومت و مقاومت در برابر این مسیر. این نظریه اصلی کتابه و اتفاقا برای اینکه نظریه رو توضیح بده بیشتر تو 2 فصل به این مسئله پرداخته. فصل اول و بعد یک فصل آخری داره و یه مقدار این 2 فصل هم سخته. از این 2 فصلی که بگذریم بقیه کتاب تحلیلی و روایی و بسیار ساده تر فهمش. اگر خواستی کتاب بخونید احتمالا در فصل اول و آخر یه مقدار با متن سختری روبرو میشید و به نظر من اگر اذیت میشید میتونید این 2 فصل رو علل حساب کنار بگذارید. اما بقیه کتاب به نظر من، اگر نظر من رو بخواید، بیش از این که نظریه اصلی کتاب یا فرضیه اصلی کتاب مهم باشه، همین جزئیات یا به عبارتی روایت این کتابه که بسیار به نظر من مفیده. چرا؟ به خاطر کاری که نولت میکنه، عادت داره بکنه، در همه آثارش کرده و ما در انجامش مقدار کوتاهی کردیم یا ضعیف بودیم و اون هم تحلیل تطبیقیه، تاریخ پژوهی تطبیقیه. ما عادت داریم که به تاریخ خودمون اینطور بنگریم، یعنی به خود ایران نگاه بکنیم، به طول و عرض ایران نگاه بکنیم و به مسیری که ایران طی کرده، فارغ از این که در اطراف ما چه بوده، فارغ از این که اون اتفاقاتی که بر ما گذشته چقدر در بافت‌های دیگه‌ای قرار داره، مثلا چقدر در بافت فرهنگی، چقدر در بافت اسلامی، چقدر در بافت جهان سوم، چقدر در بافت جغرافیایی، چقدر در بافت حوزه تمدنی و چقدر در بافت تحولات زمانه. اگر ما یک نگاه تطبیقی به افغانستان و تاریخش داشته باشیم، آیا داده‌های مفیدی برای فهم و درک تاریخ خودمون به دست نمیاریم؟ اگر ما نگاه تطبیقی و قیاسی با تاریخ عثمانی واپسین و بعد ترکیه جمهوری داشته باشیم، آیا داده‌های جدیدی برای مطالعه تطبیقی و در نتیجه فهم بهتر رخدادهای ایران به دست نمیاریم؟ همینطور درباره مصر، همینطور درباره شبه قاره، همینطور درباره سرزمین‌های عربی. این اون کاری که نولت انجام داده بسیار جذابه و دائم دوربین رو میچرخونه به سمت افغانستان، به سمت ترکیه، به سمت مصر، به سمت کشورهای عربی و این چرخش دائم دوربین باعث میشه اون به تعبیری زاویه دید تنگ ما یا تنگ نظری تاریخی ما یا تنگی نظری معنی واقعی کلمه، اون دید محدود ما بشکنه و به یک باره ما خودمون رو در لایه‌های متکثری ببینیم و حس بکنیم که از این رهگذر اصلا میتونیم درک دریافت بهتری داشته باشیم. ما وقت میتونیم مسیر خودمون رو با بدیل‌هایی که میتونست رخ بده و رخ نداده یا میتواند رخ بده هنوز رخ نداده، حالا این بدیل‌ها بهتر میتونسته باشه، میتونسته بدتر باشه، به هر حال به ما یک دید تطبیقی برای تحلیل تاریخ میده و حتی همین هم باعث میشه ما احتمالا در بعضی مواردمون تجدید نظر کنیم.
همین هم به ما یک دید انتقادی میده نسبت به اون چیزی که همیشه از تاریخمون میفهمیدیم. به همین دلیله که به نظر من فارغ از نظریه کلی کتاب که اون هم بسیار مهمه و خواهید خوند دلیلش رو هم خواهید فهمید، فارغ از اون از نظر من اون چیزی که در اینجا جالبتره، مفیدتره و اطلاعات بیشتری به ما میده جزئیات کتابه. این شیوه چه داده های داخلش، چه در واقع شیوه تحلیلش، که شاید اون چیزی هم که این کتاب رو دوچندان برای ما جذاب کرده این باشه که اتفاقا نولته بخش‌های خیلی زیادی رو به ایران اختصاص داده، به ویژه به ویژه انقلاب 57 رو سعی کرده بفهمه و توضیح بده که به نظر من نکات بسیار ارزنده‌ای میگه، از جمله تأکیدش بر مفهوم و اهمیت تشیع به عنوان عامل فرهنگی در انقلاب و بعد تأکیدش بر دو استوانه نظری مهم که یکی آیت الله خمینی و یکی علی شریعتیه. و به نظرم نولته تلاش در خور تحسینی برای فهم شریعتی انجام داده و خب فقط هم این نیست، متفکران دیگه ای از جهان اسلام رو به خوبی سعی کرده که بفهمه در یک فضای بدون که درباره‌شون پرگویی بکنه، اشاره بکنه، رد شه و بعد این رو در بافت جهانی قرار داده. یعنی اون نگاه تطبیقی که من گفتم در درون جهان اسلام، بعد خود این رو کامل در یک در یک مقیاس جهانی و تاریخی، عبارتی در یک مقیاس تاریخ جهانی قرار داده و باعث شده ما بفهمیم که در عصر جدید این چه جایگاهی داره و در نتیجه این مجموعه کشورها چه جایگاهی دارن و در نتیجه ما چه جایگاهی داریم. اینه که این دید کلانی که این کتاب به ما میده مرهون نیم قرن کار نظری، تاریخ نگاری، تاریخ اندیشی و نظریه پردازی نولته است و خیلی خوشحالم که او این کار رو برای ما کرد، به ما کمک کرد، یک زاویه دید بیرونی بر ما گشود تا ما بتونیم از دید او به خودمون نگاه کنیم. و افسوس که وقتی این کتاب منتشر شد دیگه خود نولته چشم از جهان فرو بسته بود، اما همیشه خوشحال میشد از اینکه کتابهاش در ایران منتشر میشه، همیشه بسیار استقبال میکرد. حتی آخرین روزهای زندگیش که بر روی تخت بیمارستان بود یکی از ترجمه کارهاش رو فرستادم، با علاقه میخوند. از اینکه کتابهاش در ایران ترجمه میشه و خونده میشه بسیار خوشحال بود. به هر حال فکر میکنم این باعث شادی روان او خواهد. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، قریب 14 دقیقه شد، بحثشم فقط 10 دقیقه صحبت بکنم. بخوام درباره کتاب صحبت بکنم بحث طولانی میشه. اینم نکته آخر. زیاد به من میگن که ما کدوم میگه کتاب شما ما بخوایم بخونیم چی بخونیم؟ ما معمولا کتاب من نخوند. چرا؟ چون که اینجوری نمیتونم من به کسی بگم کتابا رو بخون. ببینید شما میدونید که مجموعه ایدئولوژی پژوهی که در این پشت این کتاب‌ها نوشته میشه و فرم یکسانی هم داره، این حالت یونیفرم به عبارتی، اینا کتابایی که مرتبطه و اینها در نشر پارسه منتشر میشه و اینا با هم مرتبطه و این کتاب میشه 12مین مجلد مجموعه ایدئولوژی پژوهی. این کتاب‌ها با هم مرتبطه و همدیگر کامل میکنه. اما اگه کسی من میگه ما کدوم کتابو بخونم، میگم شما باید نیاز داشته باشی کتاب من بخونی. من نمیتونم به کسی بگم برو عناصر خاستگاه حکمت توتالیته رو بخون یا فلان دام کتاب جنبش‌های فاشیستی رو بخون یا کتاب بولشویسم از موسی طالعی رو بخون. بعد تو این زمینه یا علاقه‌مند باشید بسیار، یا پژوهشگر باشید یا دانشجو و در اون موقع شما باید این کتاب‌ها رو بخونید. پس سه حالت دارید، یا خیلی علاقه‌مندید یا پژوهشگرید یا دانشجو هستید. در غیر این صورت خب این کتاب‌هایی نیستش که من توصیه کنم. اما من از بین کتاب‌هام 3 کتاب رو توصیه می‌کنم همه بخونن، از دانشجو، از دانش آموز دبیرستان به بالا، هر رشته‌ای که میخواد داشته باشه، هر حرفه‌ای که میخواد داشته باشه، کار آزاد میخواد داشته باشه، پزشک و جراح باشه، مهندس باشه، خلبان باشه، ناخدا باشه، فرقی نمیکنه. و اون 3 کتاب اینه که میگم لیبرالیسم، بوروکراسی، این دوتا برای این توصیه میکنم
که به شما دید خوبی درباره هم لیبرالیسم هم نظام زندگی اجتماعی به شما میبخشه این دو کتاب و ضروریه. به نظر من این دو کتاب رو همه باید بخونن و خب میدونید که فایل های این دو کتاب رو من خوندم روی تو در 40 جلسه روی هم این دو کتاب رو خوندم و شرح دادم و فایل هاش در کانال موجوده، بوروکراسی و لیبرالیسم. و کتاب سومی که من توصیه میکنم به همه بخونن همین کتاب اسلامگرایی، سومین جنبش رادیکال. اون هم به این دلیلی که اولا میدونم ازش میشه بهره خوبی برد هر کس و دید تاریخی خوبی به ما میده. این کتاب مفیدیه. این سه کتابو من اگه کسی من میگه بخون و من چی بخونم، من بهش این سه کتاب توصیه میکنم. و البته خیلی هم من تلاش کردم که با پانوشته‌های مفصلی که خواهید دید به خواننده کمک کنم تا کتاب رو بهتر بفهمه و درک عمیق‌تری داشته باشه. همین، چاکریم. مرسی گوش دادید.